عادت غلط اول استفاده از خلال دندانه. خلال دندان باعث آسیب به لثه هاتون میشه، باعث ورود باکتری به زیر لثه و التهاب لثه میشه. عادت غلط دوم استفاده از مسواک‌های سخت هست. مسواک‌های سخت به لثه های شما آسیب میزنه، پس بهتره که از مسواکی استفاده کنید که از نظر سختی متوسط یا مدیوم باشه. عادت غلط سوم، یا در واقع بهتره بگم باور غلط سوم، اینه که من بعد از اینکه از نخ دندان استفاده میکنم لثه هام خونریزی میکنه، پس نخ دندان باعث خونریزی لثه ها میشه. اما اینطوری نیست. در واقع وقتی چند روز از نخ دندان استفاده نمی‌کنید، لثه هاتون ملتهب میشه و بعد که از نخ دندان استفاده می‌کنید به دلیل اون التهاب لثه ها خونریزی میکنه و فکر می‌کنید که نخ دندان باعث خونریزی شده. اما اون خونریزی به دلیل التهاب لثه‌ای هست که به خاطر عدم استفاده از نخ دندان توی چند روز به وجود اومده. پس اگه چند روز مرتب از نخ دندان استفاده کنید، اون التهاب و خونریزی برطرف میشه و دیگه خونریزی اتفاق نمیفته. عادت غلط چهارم اینه که بعضیامون میگیم من جرمگیری نمی‌کنم به خاطر اینکه جرمگیری به مینای دندونم آسیب میزنه. ببینید دستگاه جرمگیری اصلا نمیتونه بافت به سختی مینا رو برداره یا سوراخ بکنه، فقط بافت‌های نرمتر از اون مثل جرم رو میتونه برداره. پس دستگاه جرمگیری هیچ گونه آسیبی به مینای دندون شما وارد نمیکنه.